آخ یه لحظه بیا اینجا رو ببین. همیشه میگن دستور اصل قلیه ماهی رو از یه جنوبی بخواد، به این میگن قلیه ماهی. ای تونستی قلبش قرمز کن، قربونت بشم الهی. خدایی اصلا قلبش قرمز نکنیم و دوستت دارم خیلی. بریم با هم تو 3 سوت آموزشش بدیم. از هر چیزی ماهی رو دونه دونه میچینیم، خوش میکنیم و بهشون نمک میزنیم که بذاریمش یه گوشه‌ای که بریم سراغ سبزی‌ها. اصل کارش اینجاست. نیاز داریم به گیشنیز تازه، جعفری و یه مقدار شنبلیل خیلی کم، چون اگه زیاد بریزین تلخ میشه. قشنگ خوردش میکنید و سبزی‌ها رو آماده میکنید. بعد اون نوبت آماده کردن تمر هندی و به مقدار لازم میذارید روی ظرفی با 2 تا 3 تا دونه خرما. الان نگین تو چرا خرما میزنی؟ خرما باعث میشه خوشمزه تر بشه. 2 تا قاشق آردم بهش اضافه میکنیم و تمام. بعدم این سبزی‌ها رو قشنگ تفت میدیم روی پیاز داغ، مخلوط سیر و فلفلمون هم میذاریم. اونا که تفت خورد روش ماهی‌ها رو میچینیم. تمومه. اصلا دیگه کاری نداره. ادویه مخصوص ماهی هم میزنی و فلان. نمیدونم چند بارم آموزشش گذاشتم و باز یه سری‌ها دلشون میخواد دوباره هی بذارم. البته اینا چون از ایکس فلور میبینن که میگم تو پیج آموزش نداره. ای بیان تو پیج بمونن، جایی هم نرم، میفهمن چه شاکاریه. I love you.